فصل 11. مردم رو وابسته به خودت نگه دار ولی ازشون مستقل بمون. سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از پادکست خودمون، جایی که قدرت رو دونه دونه باز میکنیم تا بتونیم توی زندگی، کار و روابط بهتر و هوشمندتر عمل بکنیم. امروز رسیدیم به فصل 11، یه قانون به شدت استراتژیک و زیرپوستی. رابرت گرین تو این فصل بهت یاد میده که کاری کن که بقیه بهت نیاز داشته باشن ولی خودت به هیچ کس وابسته نشو. ولی خب قبل از اون فراموش کردم که مثل عادت همیشگی تاریخ رو اعلام بکنم. امروز 24/4/1404. بریم دنبال بقیه داستان. یه بازی خیلی زیرکانه. وابسته کن ولی وابسته نشو. اصل قانون چیه؟ قدرت واقعی وقتی شکل میگیره که بقیه برای موفقیت، بقا یا حتی آرامششون بهت نیاز داشته باشن. وقتی تو تنها کسی هستی که یه مهارت بلدی یا یه کلید مهم توی دستت داری، عملاً بقیه نمیتونن حذفت بکنن، حتی اگه بخوان. در عین حال اگه تو به کسی وابسته بشی، چه عاطفی، چه مالی و چه کاری، اون آدم میتونه هر لحظه بزنه زیر بازی. پس کل قانون اینه: تو بشو منبع قدرت برای دیگران ولی خودت دنبال منبع نگرد. حالا چطوری باید این قانون رو توی زندگیمون اجرا بکنیم؟ چند تا نکته با هم میخونیم. شماره 1: خودت رو جایگزین ناپذیر بکن. هر کسی رو میشه با یه آدم جایگزین کرد، مگه اینکه یه چیزی داشته باشه که بقیه ندارن. توی کار مثلا اگه حسابداری شرکتی، فقط تو بدونی چطوری گزارش ها رو باید تحلیل بکنی. یا اگه مشاور ملکی هستی، یه دیتابیس اختصاصی از مشتری داشته باش که هیچ کسی نداره. وقتی بقیه ندونن بدون تو چی کار باید بکنن، بازی مسلماً دست توه. شماره 2: همیشه چند قدم جلوتر از بقیه باش. به روز باش، خلاق باش، پیش بینی بکن. اگه همه دارن به یه چیزی فکر میکنن، تو قبلاً یه قدم رفتی جلوتر و راهشو ساختی. اون وقته که همه میان سراغت، چون به چشم یه راه حل دیده میشی، نه فقط یه آدم معمولی. شماره 3: دستت رو نکن. یعنی همه دستت رو نکن. وقتی همه بدونن دقیقاً چی کار میکنی، یاد میگیرن چجوری بدون تو کار بکنن. بعضی وقتا چیزا رو باید واسه خودت نگه داری. این یعنی نه پنهانکاری، بلکه حفظ قدرت. توی مشاوره مثلا یه بخشی از روشت رو فقط خودت بدون. توی فروش یه فوت کوزه‌گری برای خودت نگه دار. شماره 4: به منابع حیاتی وصل شو، نه آدما. خیلی فرق داره که به یه آدم وابسته باشی یا به یه سیستم یا دانش یا منبع. مثال، به جای اینکه به یه مشتری خاص وابسته باشی، شبکه بزرگی از مشتریات بساز. اینطوری اگه یکی بره اتفاقی نمیفته. شماره 5: مراقب قدرت پنهانت هم باش. خیلی وقتا قدرت توی این نیست که تو چه کارهایی میتونی انجام بدی، بلکه توی اینه که اگه نباشی چه کارهایی نمیتونن انجام بدن. پس ببین نبودنت چه تأثیری میذاره و اون نقطه قدرت تو رو مشخص میکنه و همینطور تو باید اون نقطه رو تقویت بکنی. چند تا مثال واقعی جذاب بخونیم با هم. استیو جابز وقتی اپل رو راه انداخت، کاری کرد که کل شرکت وابسته به خلاقیت و چشم اندازش بشه. حتی وقتی از اپل اخراج شد، کار جلو نرفت. بعد از چند سال خودش رو صدا زدن تا برگرده. چرا؟ چون همه فهمیدن بدون اون اپل فقط یه بدنه خالیه. یا مثلا وکیلای خاص یا مشاورای حرفه‌ای
بعضیا تو حوزه کاریشون انقدر منحصر به فردن که شرکت‌ها یا افراد مهم فقط به اونها مراجعه میکنن، چون یه جور مهارت دارن که پیدا نمیشه. این همون وابستگیه که باید دنبالش باشی. و یه نکته خیلی مهم، وابسته کردن بقیه یعنی ساختن یه رابطه پایدار که توش تو همیشه منبع قدرتی. ولی اگه خودت به یه نفر یا یه چیزی وابسته بشی، ممکنه یه روز همه چی رو از دست بدی. پس همیشه از خودت بپرس، اگه فلانی از زندگی من بره، من زمین میخورم یا میتونم مسیرم رو ادامه بدم؟ اگه من از زندگی فلانی برم، اون هنوز هم میتونه موفق بشه؟ اگه جواب سوال دوم نه باشه، یعنی تو مسیر درستی هستی. کشدار پنهان این قانون میتونه این باشه. این قانون یه مرز باریک داره با سوء استفاده. همونطور که فکر میکنم تو قانون 7 یا 8 یه مبحث این مدلی باز داشت که یه مرز باریک بود بین سوء استفاده و اون قانون. یعنی اگه بخوای آدما رو فقط برای کنترل نگهداری، خیلی زود میفهمن و علیهت میشن. پس باید وابستگی بسازی که برای اونها هم مفید باشه، مثل یه رابطه دو طرفه مثبت. تو قوی میمونی چون اونا بهت نیاز دارن، اونا هم پیشرفت میکنن چون تو راه رو براشون هموار میکنی. یه جنبندی کلی داشته باشیم. کاری کن که حضورت غیر قابل جایگزین باشه. یه منبع قدرت بشو، نه یه مصرف کننده قدرت. دانش، مهارت و تأثیرت رو انقدر بالا ببر که نبودنت براشون دردناک باشه. اما حواست باشه خودت به هیچ کس، هیچ چیز و هیچ موقعیتی قفل نشی. و اگه بخوام توی یک جمله این چند تا نکته رو بگم، خیلی عامیانه باید بگم، تو باید کسی باشی که همه دنبالش بگردن، نه کسی که دنبال همه بگرده. دمتون گرم که تا اینجا گوش دادین. این فصل یکی از اساسی ترین ستونهای بازی قدرته. تو قسمت بعدی فصل 12 رو بررسی میکنیم که یه زاویه دیگه از بازی رو نشون میده. اگه اهل رشد، قدرت و استراتژی هستی، حتما فصل 12 رو از دست نده. تا اون موقع قدرتمند بمون و کاری کن که هیچ کس نخواد تو رو از زندگیش حذف بکنه. خیلی مخلصی.